سلام دوستان، عرض ادب و احترام خدمت همگی. تو این ویدیو با بررسی و تست نسخه جدید صرافی آساکوین در خدمتتون هستیم. در قدم اول وارد سایت صرافی که میشیم با همچین صفحه مواجه میشیم و باید از صحت آدرس و URL سایت اطمینان حاصل کنیم و همونطور که ملاحظه میکنید آدرس اصلی سایت asacoin.com هستش. زمانی که وارد صفحه صرافی میشیم در نوار اول شماره موبایل و در قسمت دوم رمز عبور برای ما قابل مشاهده هستش و عزیزانی که از قبل داخل صرافی آساکوین حساب دارن میتونن با شماره موبایل و رمز عبور خودشون در نسخه قبلی وارد نسخه جدید بشن. اما اون عزیزانی که تا حالا داخل صرافی آساکوین ثبت نام نکردن میتونن از این قسمت گزینه ثبت نام کنید رو لمس کنن و با همچین صفحه مواجه میشن. در قسمت اول شماره موبایل، در قسمت دوم رمز عبور و در قسمت آخر کد معرف دوستان خودشون رو وارد میکنن و تیک موافقت با قوانین و مقررات رو لمس میکنن و روی گزینه ایجاد حساب کاربری میزنن و حساب کاربری جدید داخل صرافی میسازن. بعد از اینکه وارد حساب کاربریمون شدیم یا اینکه حساب کاربری جدید ایجاد کردیم وارد نسخه صرافی میشیم و با همچین صفحه‌ای مواجه میشیم. حالا در قدم اول برای احراز هویت داخل صرافی آساکوین کافیه که روی گزینه تکمیل ثبت نام بزنیم. در قسمت اول کد ملی، در قسمت دوم اسم خودمون و در قسمت آخر نام خانوادگی و آدرس رو وارد کنیم و روی گزینه ارتقای حساب بزنیم. دقت کنید که کد ملی ثبت شده حتما باید با کد ملی شماره موبایل مطابقت داشته باشه. بعد از پر کردن اون قسمت ها و زمانی که احراز هویت ما داخل صرافی تایید میشه در همون تب برای ما گزینه ارتقای سطح نمایش داده میشه و برای ارتقای سطح حساب کاربریمون به سطح ویژه کافیه که روی همون گزینه لمس بکنیم و در قسمت اول عکس جلوی کارت ملی، در قسمت دوم عکس پشت کارت ملی و در قسمت آخر سلفی با متن تعهدنامه رو بارگذاری کنیم. متن تعهدنامه در پایین همین صفحه برای ما نوشته شده و اینکه میتونیم از روی همین دستنویس خودمون رو حاضر کنیم. اگر در آپلود عکس ها با مشکل مواجه شدیم میتونیم از روی عکس هامون اسکرین شات بگیریم و عکس ها رو مجددا بارگذاری کنیم و دقت کنید که حجم بارگذاری فایل ها نباید بیشتر از 5 مگابایت باشه. زمانی که همه این موارد رو رعایت کردیم و عکس ها رو به صورت کامل و خوانا گرفتیم روی گزینه ارتقای حساب میزنیم و منتظر میمونیم تا فرآیند احراز هویت پیشرفته ما توسط کارشناسان صرافی آساکوین بررسی و تایید بشه. زمانی که عکس‌های خودمون رو به صورت کامل و صحیح بارگذاری کنیم و پس از بررسی کارشناسان صرافی حساب کاربری ما تایید میشه و میتونیم بدون محدودیت از تمام قابلیت‌های صرافی استفاده کنیم. اما نکته‌ای که در صرافی آساکوین قابل توجه هستش اینه که ما بدون طی کردن فرآیند احراز هویت هم میتونیم معاملات خودمون رو داخل صرافی آساکوین انجام بدیم. فقط کافیه برای واریز تومانی یک کارت بانکی به نام خودمون ثبت کنیم و از قسمت کیف پول که داخل این نوار پایین برای ما گنجونده شده گزینه واریز تومانی رو لمس کنیم و از شماره کارتی که ثبت کردیم استفاده کنیم. در این قسمت مقدار واریزی مد نظرمون رو وارد میکنیم و گزینه واریز رو میزنیم تا به درگاه پرداخت متصل بشیم. نکته دیگه این که صرافی آساکوین امکان واریز تا سقف 100 میلیون تومان در روز رو برای کاربرانش فراهم کرد. همچنین اگر ما به صورت ارزی خواستیم واریزی انجام بدیم مجددا از قسمت کیف پول گزینه واریز رمزارز رو لمس میکنیم و هر ارزی که بخوایم رو نمادش رو سرچ میکنیم و روی شبکه‌های مختلف میتونیم اون ارز رو به صرافی واریز کنیم و معاملات خودمون رو انجام بدیم. مجددا از یک تب دیگه هم ما میتونیم واریزی رو به صرافی انجام بدیم که داخل صفحه اولیه صرافی گنجونده شده و گزینه واریز در تب اولیه رو میزنیم و در این قسمت هم ما میتونیم هر ارزی مد نظرمون هستش رو به صرافی آساکوین واریز کنیم. حالا برای انجام معاملات به ساده ترین روش ممکن کافی مجددا به صفحه اولیه صرافی بریم
و از این تبی که برای ما گنجونده شده گزینه معامله آسان رو لمس کنیم. وقتی وارد صفحه معاملات آسان میشیم فقط کافیه از نوار بالا نماد هر ارزی که برای خرید و فروش مد نظرمون هستش رو سرچ کنیم. به عنوان مثال ما ارز سولانا رو برای خرید در نظر میگیریم. نمادش رو سرچ میکنیم و مشاهده میکنیم که به صورت تومانی و تتری در صرافی آسا کوین قابل خرید و فروش هستش. اکثر ارزها در صرافی آسا کوین هم به صورت تومانی و هم به صورت تتری قابلیت خرید و فروش رو دارن. ما سولانا به تتر رو انتخاب میکنیم. در نوار بالا مقدار ارز سولانایی که مد نظر هست وارد میکنیم و در نوار پایین مجموع تتری خریدمون رو به ما نشون میده. برای گزینه خرید کلیک میکنیم. بعد از چند ثانیه سفارش ما با موفقیت انجام میشه و موجودی از حساب تتری ما کسر و به حساب ارزی ما اضافه میشه. حالا برای فروش کافیه به قسمت فروش بریم. مقدار ارزی که برای فروش در نظر گرفتیم رو وارد کنیم. به عنوان مثال ما کل موجودی سولانامون رو میخوایم برای فروش بزنیم. روی 100% کلیک میکنیم و گزینه فروش رو لمس میکنیم. به همین سادگی فروش ما بعد از چند ثانیه با موفقیت انجام میشه و ما میتونیم خرید و فروش های خودمون رو تو صرافی آسا کوین به ساده ترین روش ممکن و فقط با چند تا کلیک انجام بدیم. موجودی هم به حساب تتری ما اضافه شد.